با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما دوستان عزیز همراهان از کانال دیوار فلزیاب. دوستان در خدمتتون هستم با یک آنباکس دیگه از یک محصول جدید از شرکت. الان دیگه شده نکتا، قبلا نکتا ماکرو بود ولی دیگه کلا دوتا جدا کردن از هم، دوتاش و شده نکتا. محصولی رو که مشاهده میفرمایید اسمش هست سیمپلکس اولترا. البته این محصولی که شما دارید می‌بینید دوستان ورژن جدیدی از سیمپلکس هستش که در 3 مدل عرضه کرده شرکت نکتا به اسم سیمپلکس لایت، اولترا و بی تی. 3 تا مدل مختلف زده. این 3 تا هم از نظر ویژگی های منویی و حالا متعلقاتی کمی با هم اختلاف دارن. بالاترین مدل که یعنی تکمیل ترین مدلش مدل اولتراش هست که منوی خیلی پیشرفته‌ای داره و منوی گسترده و جالبی داره، تکمیلی داره. ما خب یه نگاه به این جعبه‌ش و اینا میکنیم. دوستان ببینید این محصول سیمپلکس خیلی فروش داشت ورژن قبلیش. این ورژنش هم در واقع سری جدیدشون هم اومده یه سری تغییرات جالب داده، یه سری چیزای جالبی بهش اضافه کرده که بهتر شده. از جمله که فرکانسش الان 15 کیلوهرتز شده، یعنی برای سکه زنی و اینا خیلی خوب شده. کاملا فیبر کربن کار کرده در میله بالا و پایین رو ببینید دوستان. کلا فیبر کربن شده که وزنش خیلی بیاد پایین، سبکه مثل پره. خب این میله بالا و پایینش هست، شافت بالا و پایین هست، یک دفترچه انگلیسی هست الان همراه خودش که من میبینید اینو به فارسی هم ترجمه کردم و تقدیم دوستان میکنیم حالا استفاده کنن. یک کابل شارژش هستش و پیچ نگه دارنده. دوستان ببینید محصولات نکتا مثلا همینی که الان میبینید هیچ تقلبی نداره. خب بعضا من دیدم مثلا تماس میگیرن میگن آقا مثلا سیمپلکس چقدر عمق میزنه، صحبت میکنم اینا، مثلا میگم آقا اینا VLF هن، این سیستما بهشون میگم VRF، فرکانس پایین، بری لو فرکانس. اینا برای سکه آبی هن. میگه مثلا حالا یه جای ما گفتیم که مثلا نهایتا اینا برای زیر 1.5 مترن. خب مثلا میگه آقا نه فلان جا زنگ زدیم گفته 50 میلیون تومان، بعد میگه مال ما اصلیه اینقدر میزنه، اونا تقلبی هن. دوستان دارن سوء استفاده میکنن. خب اینا نه تقلب داره نه چیزی. این واقعیت امر اینه که ما میگیم با نهایت با کویل بزرگ برای اهداف بزرگ برای زیر 150 یعنی نهایتشه. حالا دوستان خیلی تماس میگیرن میگن آقا این به درد قبر میخوره. خب واقعا ببین دوستان، اول اینکه ما نمیتونیم اینو برای شما مشخص کنیم که اون در منطقه شما اون قبور یا حالا اون میت رو در منطقه شما در چه عمری دفن میکنن. و بعد اینکه اینا سکه یابن، ما نمیتونیم بگیم اینا مناسب اون کار هستن. ظاهرا سیستمم روشن بوده. خب تا الان این ظاهر سیستم هست دوستان، میبینید یه دسته بسیار نرم. البته اینا پک هاشون میگم مختلفه. مثلا این جای باتری های خشابی یا باتری اضافه که بتونید جداگونه مثلا براش تهیه کنید بذارید روش. یک پکی هست که مثلا هدفون داره، یه پک میبینی هدفون نداره. اینا پکاشون به این شکل سفارشیه. مثلا ما حالا الان این پکی که آوردیم بدون هدفونه، پکی با هدفون هم موجود میکنیم. قیمت متفاوت میشه با همین هدفون یا حالا اگر خشاب اضاف باشه. این استانداردترین پکشه، یک یونیت و یک کویل 11 همراه خودش داره در این پک. چیز دیگه این نداره. این هدفون، این پک هدفون نداره. این یه دونه کویل 11 اینطور که مشاهده میکنید مشابه سری قبل هستش. کویل بزرگترش 12.5 در 13.5 اینچه که شرکت نکتا براش ساخته. اون کویل هم باید به شکل جداگانه از ما خریداری کنید اگر تمایل داشته باشه که کویل بزرگ رو استفاده کنید. کیفیتش خوبه. ببین دوستان شرکت نکتا کلا در حال رقابت است با محصولات برند، با شرکت های برندی مثلا ماین لب، گرت،
دستگاه به شما میگیم دستگاه اقتصادی، دستگاهی که از نظر مثلا قیمتی خیلی قیمت خوبی دارن، پایینی دارن. حالا میبینی همین امکانات رو یا همین مشخصاتی که این دستگاه داره در یه سیستم مثل ماین لب شما بخواید بخرید، مثلا میبینید مبلغ بالاتری رو باید پرداخت کنید. این نیست که به درد نخورن، نه، این کلا سیستمش اینا اینجوریه، قیمت‌های مناسب میذارن که رقابت کنن. ببین صفحه کلیدش عوض شده، این شکل صفحه کلید خیلی جالب ژله‌ای داره. بعد روشنش که میکنید اینم صفحش، اینم منوش هست. لایت داره زیرش، حالا در ورژن قبلی سیمپلکس قبلی این لایت رو نداشت، زمینه رو نداشت. 2 4 6 تا حالت جستجو داره. عرضم به خدمت شما حساسیت هستش، تا 99 تا چیز بارکد به قول معروف تفکیک اهداف داره، 99 عدد که تفکیک بهتر رو بتونه ارائه بده، دقیق تر رو بتونه ارائه بده. منوی که داره بلندی صدا هستش. عرضم به خدمت شما که قسمت اد و ریجکت هست، تنظیماتش خیلی گسترده است، یعنی گسترده که اونقدر نیست ولی خب کلا خیلی تنظیمات بیشتری داره نسبت به اون سیمپلکس قبلی که ساده بود و چیزی نداشت. ببینید تنظیماتش رو دوستان، تنظیمات ترشول صدایی و زیر و بمی صدای جالب داره، یعنی میتونید دسته‌بندی کنید هر قسمت از این تون‌های صدا رو میتونید خودتون چیز کنید، عرضم به خدمت شما تنظیم کنید. حالا من اینا رو به شکل آموزش میذارم برای خریدارامون که کلا آموزش ما رایگان هستش. و در آخر اینه که دوستان سیستمی رو میخواید بخرید فقط فکر مبلغش نباشید، جای بگیرید فیلمی، دفترچه‌ای یا فارسی، آموزش فارسی چیزی بهتون ارائه بده، بعد سردرگم نشید در کانال ها، در اینا تل نشید، اذیت نشید، به دنبال آموزشش بگردید و اینا. یه جای معتبر بخرید، آموزش داشته باشه، قشنگ بهتون بده، را پشتیبانیتون کنه، راه بیفتید و کار کنید. اگر برای این سیستم شما سوالی داشتید، نیاز مشاوره داشتید، بنده در خدمتتون هستم. شماره تماس بنده از 0937 891 6503 و 0916 701 9720. در پناه خدا باشید دوستان.